شام 19 و 20 سپتامبر در دل شب تقریباً ساعت 1:30 در بنای تعلیمی رقم 5 دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов واقع در کوچه شرق شهر خوجند که در آن فاکولته‌های تاریخ و حقوق و فیلولوژی روس جایگیرند حادثه سوختار سر زد. در نتیجه صنفخانه‌های تعلیمی، خزینه نگهداری حجت‌ها، کتابخانه و بامی بنا در عموم در مساحت 400 متر مربع به کامی آتش رفته قسماً خراب و کارناشایان شدند. چون اویدی حادثه به نقطه مرکزی علاقه خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت سوخت خبر رسید، کارمندان و 11 عدد نقلیاتی آتش‌نشانی سفربر گردیده پس از خاموش نمودن سوختار از روی خاراکتری پنهشوی سوختار معین شد که این حادثه ناخوش قصداً صادر شده است. در نتیجه تحقیق حادثه با متدهای اپراتیوی و تفتیشاتی و کریمینالیستی آشکار گردید که کردار ناشایسته قصدانه از جانب شهروند حیدرов عبدالستار غفوروویچ سال تولدش 1967 ساکن شهر خوجند صادر شده است. چیزی استفاده بردید برای علو زدن؟ گیت دوباره رفتم در با تو سوختنش انتظار شدید می و رفتم در سبب از چی بود برای همین کار اقدام کردید؟ کار های کردونه با روح یا مراسو نمیشه همین کار کردن؟ مراجعه کردن نشد. قصد و خصومت شخصی انگیزه جنایت قصداً نیست و نابود یا ویران کردن مال و ملک را گذاشته است. گمانبر شده عبدالستار حیدرов از سال 2021 تا دهه اول ماه سپتامبر سال روان همچون پاسبان در بنای تعلیمی رقم 5 دانشگاه دولتی خوجند کار و فعالیت کرده از سبب به جای کار در حالت مستی آمدنش برای رعایت نکردن انتظامی خدمتی از جانب سرپاسبان دانشگاه از کار آزاد کرده شده است. جزای انتظامی را علم‌آور و نادرست قبول کرده سابق پاسبان چاره ضرررسانی را نقشه‌بندی و عملی می‌سازد. انیختر شبانه از بالای دیوار احاطوی به قسم قفوی بنای تعلیمی گذشته خاشاک خشک را جمع‌آوری و با استفاده از گوگرد آتش می‌زند. همچنین در منطقه مذکور درو تیره‌های کهنه و چوب‌پاره‌ها می‌ایستاد که برای پهن گشتن علنگه آتش و رسیدن تا به بام بنا مساعدت کرده است. همین اقدامی که مثلا دانشگاه رو آتش گرفتن چند روز شد که شما با خودتون همین چیزا وای که خصومت پیدا کردید و همین کار وای گرفتید تصمیم گرفتید. من از کار روندم خواهشم بود سوزانم. کجا رو شما سوزانش بود؟ بیناش دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov فاکولته چیه؟ تاریخ و روس. من همویسی نوشیدگیم دی همون یکو هفته پیش من نوشیدگیم دی. ضرر حادثه سوختار تقریباً به 2 میلیون سومانی برابر است. همزمان اقدام جنایتی بر روند تعلیم دانشجویان به تاثیر نخواهد بود. با معین شدن شخصیت گمانبر شده حیدرов عبدالستار غفوروویچ نسبت آخران طبق طلبات ماده 255 کودکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز و گمانبر شده در حبس پیشکی قرار دارد. سنای 17 سپتامبر تقریباً ساعت‌های 11:20 در کیلومتر 11 راهی ماشینگرد کوچکک اسفرا گلستان صدمه فاجعه‌ای نقلیاتی رخ داد که به مرگ 2 نفر باعث گشت. رانندگان واسطه نقلیاتی اوپل زفیرا رقم دولتیش 4931 BS02 شورحمتов بابا شو عبداللهویچ سال تولدش 1965 استقامت کننده جماعت دیهاتی واروخ شهر اسفرا و نقلیاتی مسافرکشانی مرسدس اسپرینتر علامت قید دولتیش 5636 TT02 رحیمов پرویز رحیموویچ سال تولدش 1991 ساکن جماعت دیهاتی نوگیلیم شهر اسفرا قاعده‌های بخطری را رعایت نکرده هنگام روبروشوی و گذشتن برای ادامه سمت حرکت که یکی جانب شهر خوجند و دیگری به سمت شهر اسفرا نقلیاتش را اداره می‌کرد از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده روبرو به هم برمیخورند. در نتیجه رسش پرشدت راننده سبکروی اوپل زفیرا در جای حادثه به هلاکت رسیده مسافر همین نقلیات مرد 43 ساله اقامت کننده جماعت دیهاتی واروخ شهر اسفرا در بیمارخانه به هلاکت میرسد. سبب و عامل‌های به صدمه مساعدت کننده با گذرانیدن تشخیص یافته تکنیکی در رفت تفتیشات پیشکی معین خواهد شد. حادثه دیگری راه نقلیاتی با عاقبت مرگ سنه 21 سپتامبر تقریباً ساعت‌های 7:35 در راه نقلیاتگردی حدود ناحیه جبار رسولوف به وقوع پیوسته است. راننده автомашین مرسدس بنز خلیقوف رفشنجان رحمتجانویچ سال تولدش 1978 استقامت کننده جماعت دیهاتی غولک‌انداز ناحیه جبار رسولوف هنگام حرکت در راه ماشینگرد شهرک مهرآباد جماعت دیهاتی دهمای از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابلی حرکت برآمده
дучархарон марди 53 соларо пахш намудааст, ки ҷароҳати ба ҳаёту саломатӣ хавфнок бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад.